استقلال 2 الوحدات اردن 0. اولین برد استقلال در آسیا با درخشش خارجی ها. سلام و درود رفقا، من پویا هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال استقلال پلاس. تو این ویدیو میخوایم که راجع به بازی استقلال با الوحدات صحبت بکنیم و بررسی کاملی داشته باشیم از بازی هفته سوم از لیگ قهرمانان آسیا، بازی که تونستیم با نتیجه 2-0 ببریم، بازی که میشد حتی با تعداد گل‌های بیشتری ببریم اگر یک مقدار دقت بیشتری می‌داشتیم توی موقعیت‌های آخر بازی و همینطور توی لحظات مهمی از بازی تصمیمات بهتری می‌گرفتن بازیکن‌ها. ولی در کل این 3 امتیاز رو گرفتیم و با این 3 امتیاز امید به برگشت به آسیا رو پیدا کردیم و کامل الان میتونیم امیدوار باشیم به اینکه از گروهمون صعود بکنیم و اینکه بتونیم به جمع تیم‌های بالاتر آسیا راه پیدا بکنیم. قبل از اینکه بریم وارد بازی بشیم و ترکیب دو تیم رو بررسی بکنیم، اگر می‌بینید دکور یه مقدار نامرتبه به خاطر اینکه دارم اسباب کشی میکنم و داریم میریم یه مکان جدیدتر، واسه همین اگر که یه مقدار دیدید تغییرات اتفاق افتاده به خاطر اونه و اینکه گفتم این رو بهتون بگم و ممکنه یه مقدار بین ویدیوها فاصله بیفته، علتش رو گفتم اینجا بهتون بگم که در جریان باشید. بریم سراغ ترکیب دوتا تیم و ببینیم چه ترکیب‌هایی رو توی این بازی داشتن. ترکیب تیم الوحدات و طبق اون چیزی که ما توی پیش بازی گفته بودیم و گفتیم احتمال زیاد این تیم 5-4-1 بازی بکنه، توی بازی‌های داخلیشون 4-2-3-1 بازی می‌کردن و توی دوتا بازی که توی لیگ قهرمانان آسیا داشتن هر دوتا بازی رو 5-4-1 بازی کردن و طبق چیزی که پیش بینی کرده بودیم این بازی رو هم با ترکیب 5 دفاعی شروع کردن. ترکیبشون به این صورت بود و روی تصویر داریم می‌بینید تقریبا همون بازیکن‌هایی که گفته بودیم توی بازی قرار گرفته بودن و با این ترکیب اومده بودن توی زمین و حالا اسمشون یه مقدار سخته واسه همین من اسمشون رو بساتون نمیخونم، ولی روی تصویر میتونید ببینید این ترکیب بود که تیم الوحدات اومد توی زمین و سعی کرد با این 5 دفاعی مساوی رو حداقل بتونه بگیره از ما. و حالا بریم سراغ ترکیب تیم خودمون و این ترکیب دقیقا همون ترکیبی بود که ما توی ویدیوی پیشبازی راجبش کامل صحبت کردیم و انگار به اون ترکیب غالب ساپینتو رسیده و اون چیزی هست که میخواد و همون چیزی که میخواد از بازیکنها ببینه رو این ترکیب بهش میده و حالا با وجود اینکه خیلی از ستاره ها روی نیمکت نشستن ولی این ترکیب داره جواب میده و به نظرم دست زدم این ترکیب خیلی ریسکه و ممکنه که دوباره اون اتفاقات اول فصل بیفته. مثلا توی دفاع راست رامین نیمکت بود و حالا یه سری صحبت هم پیش اومد گفتن ناراحت از این قضیه و توی جشن بعد بازی شرکت نکرده بود که اینها به نظرم طبیعیه و مدیریت این مدل داستان‌ها برمیگرده به کادر فنی و داخل خود رختکن که حالا کاپیتان یکی از اشخاصی هست که بیشترین نقش رو میتونه داشته باشه. ترکیب تیم با هم ترکیب 4-1-4-1 ولی با تفاوتی که نسبت به بازی‌های قبلی داشت، ما بازی با مصر رفسنجان هم 4-1-4-1 اون تبدیل شده بود تا حدودی به 4-2-3-1 چون رزاق‌نیا به تنهایی شاید نتونه نقش هافبک 6 رو بازی بکنه و احمدی اومده بود عقب‌تر و در کنارش داشت دبل پیوت بازی می‌کرد یه همچین حالتی، ولی خب یه مقدار رو به جلوتر از رزاق‌نیا بازی می‌کرد ولی کنارش بازی می‌کرد. این ترکیب هم و این بازی هم با همون ترکیب اومد توی زمین تیم و یه 4-2-3-1 رو بازی می‌کردیم که احمدی حالت رونده تری داشت و بیشتر رو به جلو میرفت و رزاقینا سعی می‌کرد بیشتر فضای جلوی دو تا دفاع وسطمون رو پوشش بده که بازی خوبی هم داشت. حالا این ترکیب رو این سایتی که من ازش برداشتم 4-3-3 گذاشته ولی خب خیلی 4-3-3 نبود و بیشتر حالت 4-2-3-1 داشت. توی دروازه حبیب فرعباسی بود، همون انتخابی بود که میشد پیش بینی کرد و باورم نمیشه آدانی که یه زمان تو رئال بود الان نیمکت فرعباسی شده. این هم دیگه واقعا از نکات جالبی که فقط توی لیگ خودمون پیش میاد، ولی خب
این دلیل نمیشه که عملکردش رو بگیم که خیلی خوب بوده و باید فیکس باشه. به نظر عملکردش جوری بود که روی نیمکت قرارش بده، ولی در کل خواستم این نکته رو بهتون بگم که بازیکنی که یه زمانی توی اون سطح داشته بازی میکرده الان نیمکت فرعباسی میشینه. دو تا دفاع وسطمون سامان فلاح بودن و رستم بودن و فولبک راستمون صالح و سمت چپ هم حسین گودرزی رو داشتیم که به نظرم بازی خوبی هم از خودش نشون داد. حالا راجع به بازیکن‌ها کامل و عملکردشون انتهای ویدیو صحبت میکنم مثل همیشه. فعلا ترکیب رو میگیم، بعد آنالیز فنی و بعد در انتها بررسی تک به تک بازیکن‌ها رو داریم. مهران احمدی و رضاق‌نیا دو تا دبل پیوت تیم بودن توی 4-2-3-1 و تک هافبک هجومیمون و شماره 10مون منیر الحدادی بود و سمت چپ کوشکی و سمت راست آسانی و در نوک حمله هم سرخیزان بازی میکردن. این ترکیب دو تا تیم بود و با این ترکیب اومدن توی زمین. از اینجا میخوام برم وارد بحث فنی داستان بشم. میرسیم به دقیقه 7 و کلا از ابتدای کار استقلال با شدت بالایی داشت بازی میکرد و با اینتنسیتی بالایی داشت بازی میکرد و سعی میکرد که با توجه به فشار و کمک هوادارا بتونه گل رو بزنه که موفق شد. همون دقیقه 7 گل رو بزنه و نکته که وجود داره قبل از اینکه گل به ثمر برسه اصلا کلا روی اون حرکت 10 ثانیه 20 ثانیه قبلش سرخیزان فرصت داشت که خودش گل رو بزنه که حالا یه تعللی کرد و نتونست گل بزنه. حالا مثل همیشه چند فریم عقب‌ترش میام و بررسی میکنم چه اتفاقی افتاد توی این صحنه. مشابه صحنه گل مثل رفسنجان اگر یادتون باشه اونجا هم گفتم که احمدی میاد توی فاز بیلداپ کمک میکنه و برخلاف بازی‌های قبلی که خیلی جلو بود این بازی میاد عقب. بازی مثل رفسنجان هم اومده بود عقب‌تر و توی بازی سازی از عقب زمین کمک میکرد و توپ میگرفت از دفاع و خودش یه چند متر رو طولی طی میکرد و بازی سازی رو ادامه میداد. این صحنه هم دقیقاً همین اتفاق میفته و وقتی این چیزها رو مدام داری میبینی نشون میده که کار شده است و توی تمرینات روی این قضیه کار کردن. احمدی میاد و توپ رو از سامان فلاح میگیره و خودش چند متری با توپ میاد جلو و توی اسلاید بعدی میبینی که یه پاس به منیر میده و اینجا این بازیکن با اون ویژن فوق‌العاده‌ای که داره یه لحظه سرش رو بالا میکنه و فضا رو شناسایی میکنه و توی اون فضایی که برات نشون دادم میبینی که یه پاس توی عمق میده و سرخیزان رو تک به تک میکنه. نکته که اینجا وجود داشت سرخیزان یه تاچ اضافه زد آخر کار. اگر قبل از اون تاچ اضافه شوت رو میزد به نظرم تو خیلی راحت تر گل میشد دیگه. اون تاچ رو که زد زاویه بسته تر شد و خب زدن اون توپ یه مقدار سخت تر شد. این توپ توی یه فعل فعال دوباره میرسه به بازیکن‌ها و آسانی یه شوت میزنه و توی برگشت این شوت هم دوباره سرخیزان میخواد شوت بزنه ولی تمرکز کامل رو نداره به نظرم و توپ دوباره میخوره به پای خودش و نمیتونه شوت بزنه، ولی در ادامه پاس بود یا شوت بود حالا معلوم نبود، توپ میرسه به منیر و اینجا گل رو ما میزنیم. یکی از نکاتی که بارها اصرار داشتم باید باکس رو شلوغ بکنیم همچین مواردیه که وقتی اینجور توپ‌هایی میاد که یه حالت مرده‌ای داره و تو باکس رو شلوغ کرده باشی اونجا یه بازیکنی هست که بتونه توپ رو بکنه توی گل. اینجا هم دقیقاً همین داستانه، میبینی که ما نزدیک 3 نفر توی باکس داریم و حتی 3 نفرشون توی 6 قدمن و خیلی دیگه نزدیک گل وایسادن و تو این تعداد بازیکن اونجا داشته باشی قطعاً یکیشون میتونه به توپ یه ضربه بزنه که بره توی گل. اینجا هم از این توپ به خوبی منیر استفاده کرد و یه ضربه خیلی راحت رو زد و توپ رفت توی گل. اینجا ما گل رو میزنیم دقیقه 7. چند دقیقه جلوتر دقیقه 17 یه فرمی رو براتون آوردم که بهتون نشون بدم که این حالت پاسی که منیر به آسانی میده بارها کار شده و جزء یکی از پلن‌های تاکتیکی تیم به حساب میاد. اینجا هم توی این دقیقه میبینیم که آسانی توی اون فضای هاف اسپیسی که سمت راست خط دفاعی یعنی سمت چپ خط دفاعی الوحدت و سمت راست ما میشه، توی اون فضا گفتم آسانی یکی از
یکی نه، به نظرم خطرناکترین بازیکن لیگمون توی اون فضاه. یعنی تو اگر اونجا بهش توپ رو برسونی احتمال گل یا خلق موقعیت خیلی جدی وجود داره و استقلال به خوبی از این قضیه استفاده میکنه و آسانی رو گفته بودن که تو اونجا وایستا و روی این فضا باید کار بکنی. اینجا هم میبینی که خودش میدونه توی اون فضا وایستاده، یه فضای خیلی بزرگی هم هست دور برش که بازیکنی هم نیست که مارکش بکنه و میتونه اونجا به خوبی از اون پاس استفاده بکنه و اینجا منیر هم پاس رو میده، دیده، ولی خب حالا گلر توپ رو جمع میکنه. این صحنه مشابه صحنه گل دومی که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنم. خواستم بهتون اینجا بگم که ما این کار رو قبل از گل دوم انجام داده بودیم ولی به ثمر ننشست. یعنی این چیزی بود که توی تمرینات و توی تاکتیک تیم وجود داشته. دقیقه 25 دوباره احمدی چند متر توپ رو با خودش میاره جلو و اون حالت طولی رو طی میکنه و حالا یه شوت هم میزنه که با بدشانسی شوتش میخوره به تیر دروازه، ولی این حالت رونده بودنش به شدت توی تاکتیک تیم نشسته و فوق‌العاده کمک میکنه به بازی سازی تیم. ما همچین هافکی رو به شدت نیاز داریم توی تیم. میرسیم به صحنه گل دوم که ببینیم چه اتفاقی توی صحنه گل دوم افتاد. دقیقه 42 از اول من فریم اولش رو میارم که چه اتفاقی افتاد. توی فریم اول حبیب فراباسی توپ رو میگیره و اهمیت شروع مجدد خوب از سمت گلر رو اینجا به ما نشون میده. یه شروع مجدد خوب میکنه و توپ رو میفرسته برای کوشکی و کوشکی توی یه فعل و فعال توپ رو میاره عقب و توی این اسلاید میبینیم که توپ میرسه به رزاق‌نیا و رزاق‌نیا پاس رو میده به احمدی و احمدی خیلی انگار بازیش رشد کرده نسبت به فصل قبل. این پیشرفت میشه کامل توش دید. یعنی این بازیکن به نظر من حداقل 2-3 پله از بازیکن فصل قبل بهتر شده و خب این پیشرفتی که توی این بازیکن میبینیم واقعا جای امیدواری داره و به نظر من یکی از دلایل اصلیش حضور بازیکن‌های با کیفیت کنارشه. یعنی تو وقتی کنارت منیر باشه یا آسانی باشه یا بقیه بازیکن‌های با کیفیت باشن قطعاً تو هم سطحت یه چند پله میره بالاتر و احمدی میبینیم که چقدر پیشرفت کرده. اینجا هم با یه دید خیلی خوب پاس رو میده به منیر و به یه درک خیلی خوبی رسیدن با هم دیگه. به خصوص این دوتا بازیکنمون منیر و احمدی خیلی با هم مچ شدن و توی لحظاتی از بازی، اونم لحظات حساس، به خوبی و به راحتی همدیگه رو پیدا میکنن و پاسکاری خیلی خوبی با هم دیگه انجام میدن. اینجا میبینی که یه فضای خیلی خوب جلوی منیر هست و این فضا توسط احمدی شناسایی میشه و یه پاس خیلی خوب بهش میده و منیر اینجا به درستی یه مکس میکنه و وقتی که میبینه یه فضای خیلی خوبی مشابه دقیقه 17 واسه آسانی پیدا شده، اینجا با یه پاس خیلی خوب، به نظر یه پاس کلاس جهانی، قطعا این مدل پاس ها توی لیگ ما کمتره و علتش هم اینه که همچین ویژنی رو ما از سمت بازیکن‌های ایرانی به ندرت میتونیم ببینیم و از قضا از اون ور شوت تک ضربی که سرضربی که آسانی میزنه رو من خیلی کم میبینم بازیکن‌های داخلیمون بتونن با این کیفیت بزنن و توپ با همون ضربه اول بره توی گل و اصلا دیگه گلر فرصت رفلکسی نداره چون فاصله توپ هم خیلی نزدیکه و نمیتونه کار خاصی انجام بده. به زیبایی این گل به ثمر میرسه و خیلی گل قشنگی بود به نظر من. به خود من که خیلی گل چسبید. تا اینجا ما 2-0 جلوییم و دقیقه 47 دقیقه آخر نیمه اول دوباره یه فریم رو براتون آوردم که باز هم ویژن و دید فوق‌العاده احمدی رو بهتون نشون بدم که میبینید که فضای اون جلوی آسانی رو تشخیص میده و با یه پاس خیلی خوب صاحب توپش میکنه که حالا اونجا یه تکل خیلی خوب مدافعشون میزنه و تک به تک خراب میشه. ولی اینو براتون آوردم که نشون بدم که ما میتونستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم. نیمه اول اینجا تمام میشه و آمار نیمه اول رو براتون بخونم، خیلی به نظرم جالبه. ما تو نیمه اول از لحاظ مالکیت توپ 66 به 34% بودیم، کامل توپ دست ما بود و 14 تا شوت فقط توی نیمه اول زدیم که نشون میده برتری مطلق از آن ما بود و 4 بیگ چانس داشتیم. تیم الوحدات 4 تا شوت زد کلا
و 5 تا سیو گلرشون داشته توی نیمه اول، یعنی بجز 2 تا گلی که خورد 5 تا سیو هم داشت. نشون میده که ما میتونستیم توی نیمه اول گل‌های بیشتری هم بزنیم. 4 تا کورنر داشتیم و خطاها 3 تا، 302 تا پاس ما داشتیم و 158 تا پاس هم اونها. 13 تا تکل تیم الوحدات زده بود و 8 تا تکل هم اونها زدن که با توجه به تعداد تکل ها میشد فهمید که این تیم خشنیه. میریم سراغ نیمه دوم و دقیقه 60 اون فضای پشت سر مدافع تیم الوحدات رو شناسایی میکنن بازیکن ما و از اونجا یه پاس میدن و اینکه این پاسی که میدن باعث میشه که یه فضای واسه سرخیزان ایجاد بشه و یه ران رو انجام بده، کاری که توش خیلی خوبه و یه خطا میگیره و یه هندی که کامل دیگه واضح بود که اخراج داره. و نکته که وجود داره الوحدات نیمه دوم دیگه 5-4-1 رو تغییر فرمیشن میده و به 4-2-3-1 تبدیلش میکنه و چون دیگه 2 تا گل خورده بود و دیگه اومده بود که بتونه حداقل چند تا گل بزنه و این تغییر فرمیشن قطعا برای ما فضا ایجاد میکرد. یکی از اون فضاها همین فضایی بود که دقیقه 60 گیرمون اومد و ما تونستیم از اون فضا یه اخراجی از تیم الوحدات بگیریم. بعد از این اخراجی ما انتظار این رو می‌داشتیم که و بتونیم گل‌های بیشتری بزنیم چون دیگه 10 نفره میشدن و میتونستیم کامل بهشون چیره بشیم، ولی خب یه اتفاق خیلی بچگانه میفته 2-3 دقیقه بعدش و کوشکی اخراج میشه دقیقه 65 که به نظرم میشد خیلی پخته تر عمل بکنه کوشکی. و راجع به صحنه اخراج کوشکی بخوام صحبت بکنم به نظرم خیلی بهتر میتونست عمل بکنه. اصلا مشخص بود که بازیکن الوحدات اومده که اخراجی بگیره ازش، چون کامل اومده بود اگریسیو جلوش و منتظر یه ریاکشنی ازش بود که کوشکی هم حالا بی تجربگی کرد و یه ضربه زد بهش که خب قطعا این ضربه اخراج داره و این اخراج یه مقدار روند رو سخت‌تر کرد و تیم رو سمت شرایطی برد که بخواد که مدیریت بکنه بازی رو، دیگه نخواد خیلی فشار بیاره. 2 تا گل هم زده بودیم و رفتیم دیگه سمت مدیریت بازی. اگر این اخراج اتفاقی نمیافتاد خب قطعا ما میتونستیم گل‌های بیشتری به نظرم بزنیم. دقیقه 69 واسهتون یه فریم آوردم از بازی و یه موقعیتی که آسانی توپ زیر پاشه و نکته‌ای که سرخیزان رو از بقیه مهاجمامون متمایز میکنه همین صحنه است و همین مدل رانهای پیاپی که این بازیکن بدون خستگی انجام میده. اینجا هم توی اون فضایی که میبینه شناساییش میکنه و یه پاس خوب هم بهش میدن که مجدد اینجا موقعیت رو از دست میده. به نظرم این بازی حداقل یه دونه گل رو میتونست بزنه و انگار اون قفل گل اولش هنوز توی ذهنش هست و اون گل به نظرم اگر زده بشه از سمت سرخیزان خیلی میتونه بهش کمک بکنه. حالا این گل رو باید دیگه خودش بتونه هر جور هست بزنه و بازیکنی هم هست که گل زن باشه، اینجور نیست که بگیم که توی گل زنی مشکل داشته باشه. این موقعیت هایی که از دست میده نشون میده که تمرکز نداره و اون گل اوله کار رو به نظرم تا حد زیادی در میاره. همین شرایط دقیقاً واسه نازان هم وجود داره و اگر نازان هم یه گل بزنه به نظرم میتونه خیلی بهتر از قبل حاضر بشه. کلا مهاجم ها همینجوری هستن دیگه، اگر مهاجم گل نزنه کلا از لحاظ ذهنی به هم میریزه. ما چند تا تعویض هم انجام میدیم اینجا و اسماعیل قلیزاده، اسلامی و نازان میان توی زمین و توی دقیقه 91 یه اتفاقی میفته که به نظرم خیلی بهتر میتونست هردانی عمل بکنه و کل بازی عملکردش فوق‌العاده بود. یه کاپیتان عالی بود برای تیم، چه فنی و چه درون زمین عملکرد خوبی داشت، رهبری داشت میکرد تیم رو به معنای واقعی و تنها عملکرد بد و اشتباهی که در طول بازی داشت همین دقیقه 91 بود. به نظرم خیلی خوب جلو رفت و تا اونجا تونست جلو بره، 1-2 تا بازیکن رو جا بذاره، ولی توی اون لحظه آخر میتونست یه بغل پای ساده بده به نازانی که توی یه شرایط خیلی خوبی بود و مشخص بود که نازان نیاز به یه گل داره و اینجا دیگه این بازیکن باید این پاس رو میداد. جایی نبود که دیگه خودت بخوای وقتی زمانی که 2 بازیکن جلوت هستن و دروازه‌بانم پشت سرشونه تو بخوای از اونجا شوت بزنی و میتونستی با یه بغل پا کارو خیلی بهتر از قبل انجام بدی و این تنها نکته منفی بازی هردانی توی این مسابقه بود، ولی در کل خیلی خیلی خوب بود. به نظرم اینجا میتونست
تصمیم بهتری بگیره. ما بازی رو بردیم با نتیجه 2-0. میتونستیم خیلی گل‌های بیشتری بزنیم. به نظرم راحت میتونستیم به این تیم الوحدات 4 تا گل بزنیم. روی صحنه‌ام واسهتون صحبت کردم که روی چه موقعیت‌هایی میتونستیم ما گل بزنیم. آمار نیمه دوم، فقط نیمه دوم رو واسهتون بخونم که بدونید ما بیشتر داشتیم مراقبت میکردیم و مدیریت میکردیم از بازی. توی نیمه دوم ما 46% مالکیت داشتیم. تیم الوحدات مالکیت بیشتری داشت، 54% داشت. 7 تا شوت فقط زدیم توی نیمه دوم و 3 شوت اونها زدن. 6 تا کورنر اونها زدن، 4 تا کورنر ما زدیم، 6 تا خطا اونها و 10 تا خطا هم ما. آمار پاسمون میدونی که خیلی پایین‌تر اومده. ما فقط 136 تا پاس توی نیمه دوم دادیم و تیم الوحدات هم 160 تا. آمار دیگه هم خیلی نمیتونه مهم باشه، اما راجع به شوت مپ بازی که واسهتون آوردم روی تصویر میبینی که ما شوت هایی که زدیم تقریبا میشه گفت بیش از 60% از توی باکس حریف به ثمر رسیده. خب این نشون میده که ما توی باکس میتونستیم باز عملکرد بهتری داشته باشیم. این وقتی اینقدر شوت از داخل باکس حریف میزنه و به گل نمیرسه نشون میده که نرخ تبدیل به شوت به گلمون هنوز جای پیشرفت داره. ولی خب همین که اینقدر شوت ما از توی باکس حریف زدیم نشون میده که ما تیم به شدت تهاجمی تری شدیم از قبل و خب اینا نکات مثبتیه که وجود داره. توی عکس بعدی آمار شوت های کل بازی رو واسهتون آوردم و 21 شوت ما در کل 90 دقیقه زدیم و تیم الوحدات فقط 7 تا شوت زد. 10 تا شوتمون توی چارچوب بود که از این 10 تا 2 تاش گل شد و 8 تاش رو گلرشون سیف کرد که نشون میده روز نسبتا خوبی هم داشت. و یه نکته دیگه راجع به شوت هامون که وجود داره، میبینی که 15 تا شوت ما فقط از توی باکس حریف زدیم. دقیقا همون شوت مپی که توی عکس قبلی بود. خب این نشون میده که ما چقدر شوت زیادی از توی باکس زدیم و وقتی این تعداد شوت میزنید توی باکس باید تعداد گل‌هات به نظرم بیشتر باشه دیگه و این دوباره همون بحث نرخ تبدیل شوت به گله که باید توی این زمینه بهتر بشیم و چیزی هم هست که قابل حل شدن باشه و باید با کوچ کردن توی تمرینات این قضیه درست بشه. و با بردی که ما توی این بازی داشتیم عملکردمون توی جدول به این صورت میشه و تیم الوس با المحرق هم خب نتیجه‌ای که داشت به نظرم به نفعمون بود. الوس تونست با 1 گل تیم المحرق رو ببره و 9 امتیازی بشه توی صدر جدول. المحرق دوم با 6 امتیاز، ما 3 امتیازی هستیم و سوم جدول و الوحدات هم آخر جدول و 0 امتیاز. خب قطعا حذف شدن از مسابقات. توی دور برگشت بازی ها ما، حالا اینم تقویم عجیب غریب و برنامه‌ریزی عجیبه لیگ قهرمانان آسیایی که ما دوباره باید با خود الوحدات بازی بکنیم که اگر بتونیم اون 3 امتیاز رو هم بگیریم خیلی خوب میشه. در کل ما رقیب اصلیمون برای صعود از گروه المحرقه و امیدوارم که بتونیم از این گروه صعود بکنیم و به عنوان تیم دوم، چون تیم اول دیگه واقعا خیلی سخته که بخوایم به عنوان تیم اول صعود بکنیم. این از این. حالا بریم سراغ بررسی عملکرد تک به تک بازیکن‌ها ببینیم که چه نمایشی توی بازی دیشب داشتن. بزن بریم. اول از همه از گلر شروع بکنیم. حبیب فرعباسی اصلا روز سختی نداشت که بگیم خیلی توپ اومد روی دروازش، خیلی شوت زدن به سمت دروازه، ولی در کل عملکرد قابل قبولی داشت به عنوان گلر و خیلی کار سختی نداشت توی بازی امروز. راجع به دفاع وسط هامون سامان فلاح خیلی خوب بود به نظرم و داره پخته تر میشه در کنار رستم که فوق‌العاده است و حضورش به تنهایی باعث یه آرامشی توی خط دفاع شده و نشون میده که تو خرید خوبی اگر داشته باشی میتونه به کل تیمت بهبود ببخشه و عملکرد کل تیمت رو ببره بالاتر. سمت چپ حسین گودرزی به نظر من داره کم کم خیلی بهتر از قبل میشه و هنوز به نظرم خیلی فاصله بیشتری از جلالی داره برای فیکس شدن و باید فیکس بمونه و جلالی بازی هایی که ازش دیدیم اصلا در حد فیکس استقلال نیست به هیچ وجه به نظر من و گودرزی باید حالا فیکس بمونه. عملکردش عملکرد خوبی بود
و هماهنگی خوبی هم با کوشکی داشتن توی جناح چپ و چند تا نفوذ خوب هم داشت. کاپیتان صالح سمت راست خیلی خوب بود و اون جنگندگی که داره واقعا تیم بهش نیاز داره. تکل‌های خوبی که میزد و توی صحنه‌هایی که دیدیم واقعا خوب بود و به نظرم خیلی خیلی خوب بود و توی سایت‌های امتیازدهی هم جز 3 نفر برتر تیم بود. درسته که حالا گل یا پاس گل نداد، ولی خب همین که نمره بالایی گرفته نشون میده که چقدر عملکردش توی بازی خیلی خوب بود. یه جا دیدم تقریبا 11 تا عملکرد دفاعی موفق داشت توی بازی دیشب که دیگه نشون میده که چه شب خیلی خوبی داشت. اگر اون صحنه آخر هم خودخواهی نمیکرد و پاس گل میداد قطعا به نظرم بهترین بازیکن زمین میشد. بریم یه خط جلوتر، دو تا دبل پیوتمون رزاقینیا خیلی خوب بود به نظرم، داره بهتر میشه. چیزی که مشخص راجع به این بازیکن اینه که نیاز به دقیقه داره، نیاز داره که بازی بکنه تا بهتر بشه، تا تراش پیدا بکنه اصطلاحاً و اون باگ هایی که توی بازیش داره هم از بین بره. ولی واقعاً واسه یه بازیکن 19 ساله به نظرم خیلی با تجربه داره بازی میکنه و میگم نیاز به دقیقه بیشتری داره که کامل با اون هافبکی که نیاز داریم برسه. ولی الان با توجه به موجودی که داریم بهترین بازیکنه، چون چشمی وضعیت خوبی نداره. اندونگ هم که دیدیم چقدر وضعیتش خوب نبوده این فصل. احمدی کنارش فوق‌العاده بود، یه عملکرد خیلی خوبی داره که چند تا بازی پشت سر هم داره هی تکرارش میکنه و اون حلقه گم شده وسط زمینه که توپ از دفاع میگیره و میاره یه خط جلوتر و توی این پست جدیدش هم که اومده یه خط عقب‌تر باز به نظرم داره بهتر بازی میکنه و به ریتم تیم خیلی کمک کرده. شماره 10 تیم از لحاظ پستی منظورمه، مونیر دیگه بهترین بازیکن زمین بود به نظر من و یه گل یه پاس گل دیگه چی میخوای از یه بازیکن توی بازی و گلی هم که زد و پاس گلی هم که داد به شدت مهم بود و در کل بازی هم خیلی عملکرد خوبی داشت. تک ضرب هایی که میزد، پاس هایی که میداد، واقعا کلاس بالای خودش رو نشون میداد. سمت چپ کوشکی خوب داشت بازی میکرد و نکته‌ای که راجع به کوشکی وجود داره اینه که کوشکی تا همین 2-3 هفته قبل بچه‌ها تک ستاره تیم بود و همه بهش امید داشتیم و اون زمان خارجی ها هنوز روی فرم نیامده بودند و الان که خارجی ها روی فرم اومدن و دارن هر بازی گل یا پاس گل میدن، یه مقدار کوشکی رو تحت فشار قرار داده و این حالا ذهنیتی که این بازیکن داره و میدونیم که از لحاظ ذهنی هم خیلی بازیکن قوی نیست و اگر تحت فشار بره خب میتونه واسش مضر باشه و این رو ما فصل قبل دیدیم که چقدر روش فشار بود. ولی اینجا دیگه هوادار باید بهش کمک بکنه و بهش امیدواری بده، حمایتش بکنه که این بازیکن دوباره بتونه از لحاظ ذهنی خودش رو اوکی بکنه، چون فنیش رو که دیگه هممون قبول داریم. این بازی هم مشخص بود توی به خصوص صحنه گل دوم، من گل رو که زد تیم دیدم خیلی سمت بازیکن‌ها نیامد واسه خوشحالی و انگار دوست داره خودش هم توی جریان بازی نقش مستقیم داشته باشه، حالا یا گل بزنه یا پاس گل بده و باید به مرور زمان درست بشه، چون ما نیاز داریم به کوشکی و بازیکنی که خیلی میتونه به تیم کمک بکنه و اصلا اون سمت وینگر خوبی نداریم دیگه که بتونه فیکس بازی بکنه و ما بهش نیاز داریم. و اینکه اخراجی هم که شد کامل مشخص بود دیگه، عدم تمرکز داشت روی اون صحنه که اخراج شد. سمت راست آسانی فوق‌العاده بود دیگه، کیفیت خودش رو نشون داد با همون شوتی که زد و روی گل اول هم به نظر هم موثر بود، چون شوتی که زد روی ریباندش تو به گل رسید. ولی در کل دیگه کامل کیفیتش رو همه قبول داریم. دومین بازیکن برتر زمین بود به نظر من بعد از مونیر و خیلی خیلی عملکرد خوبی داشت. نوک حمله هم سرخیزان بود که جدا از این که گل نزد و یه سری موقعیت ها رو از دست داد، به نظر من توی شکل گیری بازی تیم خیلی خیلی مؤثر بود و مدام در حال جابجایی بین کانال ها بود، توی فضاها ران را انجام میداد و این مهاجمیه که ما بهش نیاز داریم. توی پرس خیلی کمک میکرد به تیم و تنها چیزی که کم داره الان یه دونه گله
حالا امیدوارم که بازی‌های بعدی پنالتی چیزی اتفاق بیفته و پنالتی رو بدن بهش که گل بزنه و از اون فشاری که روش وجود داره خارج بشه. بازیکن‌های تعویضی هم که اومدن توی زمین، اسماعیل قلی‌زاده اومد روی چند تا صحنه موثر بود، نشون داد که بازیکن مستعدیه و به نظرم میتونه دقیقه بیشتری بگیره توی بازی‌ها. و نازون هم مشخص بود که خیلی راضی نیست از این که دقیقه کمی بهش میرسه و اگر اون توپ لحظه آخر رو بهش پاس میدادن که گل بزنه به نظرم خیلی بهش کمک میکرد از لحاظ روحی. در کل این شرایطی که واسه این بازیکن‌ها به وجود اومده رو مربی میتونه مدیریت بکنه و همینطور کاپیتان تیم که فضای رختکن دستشه. اسلامی هم که خب چیز خاصی ازش ندیم، ولی باز هم همین که بازیکن تازه نفسه و میاد دقیقه‌های آخر که فشار روی دفاع حریف میذاره خیلی میتونه خوب باشه. در کل این تمام اتفاقاتی بود که توی بازی استقلال با الوحدات افتاد. ما با 3 امتیاز در رده سوم جدول هستیم، امیدوار و چشم به صعود از گروه خودمون داریم توی آسیا و چیزی که به نظرم میتونیم بهش برسیم. بازی بعدیمون با فجر سپاسی شیراز، بازی به شدت سختیه و دیگه هم میدونیم که تیم فجر توی این فصل چه تیم خطرناکی بوده و پیروز قربانی هم مربیشونه، مربی به شدت فنیه و کار سختی داریم توی اون بازی هم اتفاقا توی ورزشگاه پارس شیراز قراره برگزار بشه. بازی یک شنبه 4 آبان ساعت 3 قراره که برگزار بشه. سعیم میکنم که برسونم پیش بازی رو به اون بازی، ولی خب گفتم درگیر اسباب کشی هستم و شاید نتونم پیش بازی رو برسونم بهتون چون تا بخوام دکور و استودیو رو اونجا درست کنم احتمالاً زمان ببره، ولی امیدوارم که بتونم پیشبازی رو بهتون برسونم. اگر پیشبازی نرسید قطعا ویدیو بررسی خود بازی رو خواهیم داشت. دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. به نظرتون بهترین بازیکن استقلال جلوی الوحدات کی بود؟ حتما توی کامنت بهم بگید و اینکه دمتون گرم، سابسکرایب هم اگر بکنید که خیلی خیلی لطف کردید. مرسی، تا ویدیو بعدی میبینمتون. امیدوارم که خیلی زود اون ویدیو بیاد به دستتون. فعلا.